زیرا دادن رشوه این کمکی به ظالم است، به ظلم است. بنابراین عزیزان من، او حجی که مقبول است و پاداشش بهشت است، او حج کسانی که به پاره میروند نیست. این فراموش نکنید دادرای عزیز. بنابراین شما یک تن شوید، یک جایی شوید، رشوه‌خوارا را به دست افکنده تید حکومت ده ثواب میگیرید. تو بابایشان درباره پاره گرفتن چیز صحبت میکردید. سوالات من قریب یک زیلن. همین در علاهیدگی نوشتم حکم گرفتن یا دادن پاره در اسلام. خوب برادر عزیز، مکتوبش خیلی زیاد، سوالش دراز است. خلاصی سوالش این است که امروز برای حج رفتن که یکی از عبادت های الهی است، اداره های حکومتی که این سفر عبادت هم آلوده به معصیت و به پاره کردیان، آیا ما برای رفتن حج پاره دهیم؟ درست است یا نه؟ برادران تو سوال کرده است. زیرا به پاره نمیتوانه میگوید حج رویم. چگونه من سال گذشته پدرم روان کردم، مادرم خط زدن، امسال کسی را گفتم این قدر پول میتید سان روان میکنم گفته است. اولش اینکه من به همه شما توصیه میتیم که اگر رفت و کسانی که از شما پاره طلب میکنن، خوب میشود امروز حکومت اداره های مخصوص ادارات برای پاره‌گیری ها را داشته گرفتن. شما روی به اونها مراجعت کنید، با مشورت اونها همین پاره‌گیری ها را به دست افکنده به حکومت سپارید. این خدمتی هم به مردم است، هم خدمتی به دولت است، هم خدمتی به اسلام است. زیرا که شما یکی از راههای ظلم پیش راهش میگیرید. این گناه نیست، این یگان شرمندگی نیست، بلکه این جهاد است. دادرای عزیز، حرکت کنید. کسانی که پاره طلب میکنه از شما همین کار کنید. کروپس از خود دیگر اداره هایی که حکومت تشکیل کرده است برای پیشگیری رشوه‌گیری ها و اونها مراجعه اونها را قبیله تید، خیلی کار خیر میکنید. اما وقتی که $500 و $1000 و $1,500 میپرسن، شما این پول نتید، شما در لعنت خدا گرفتار میشید. زیرا رسول اکرم پاره دهنده ها را لعنت کردین، لعن الله الراشی و المرتشی، پاره گیرنده را هم لعنت کردین. شما جامعه را خودتان به همین رشوه خواری میبرید وقتی که همین کار راضی میشید. اگر شما راضی نشوید، حتی از اون حج صرف نظر کنید، آهسته آهسته همین پاره خوری کم میشود. بنابر هر گناه را ما خودمان سبب رواجش میشیم. خصوصا در حج یک آداب شامل است. امام غزالی در احیاء العلوم میگوید برای سفر حج 24 شرط است. یکی از شرطهاش در این سفر از دادن پاره قطعا پرهیز نماید. ببینید، از دادن رشوه قطعا پرهیز نماید تا نهایت درجه مجبور نشود نتید. اگر زیاد مجبور شد، خوب $100 و $200 گفتم باقی ندارد. اصلا رشوه ندهد، زیرا رشوه دادن حرام است. حتی بسیاری از علما خاطر نشان کردند که اگر رشوه در کار باشد، یعنی رشوه دادن در کار باشد پاره برای سفر حج، از حج صرف نظر باید کرد، حج نرود. زیرا دادن رشوه این کمکی به ظالم است، به ظلم است. بنابراین عزیزان من، اولش که اونها را قبیله به حکومت سپارید. خوب که این هم دلتان نمیشد کنید، نرویتان حج. عرضت نوبت نامی بیاد 2 سال پس، 10 سال پس است و نوبت خود این حج عبادت است که مهلتش دراز است، تا آخری عمر یک بار رویت فرض به جا بیاد. بنابر بسیاری کسانی که $1000 و $2000 دادن راضی میشوند، اونها حجاشان به خاطر ریاست. باور کنید. یعنی من به تجربه خودم، یک برادر پیش من آمد، پدر و مادر خودش به نوبت حج رفتنی بود است. مسئولای حکومتی $1000 $3000 پرسیدند، اینا راضی شدند. مثلا یکیش پیش من آمد، دادر عزیز ثواب میفارد فلان مسجد، گفتم در تریزه ندارد، همین $2000 دو بر همونها رو تریزه گرفته ته ثواب حج میگیری. خوب گفته دیگر نامد. ببین، برای حج تیار است $3000 پاره، زیرا که باید نام است و شهرت که فلانی پدر و مادرش حج برد. اگر او حقیقی ثواب میخواست، ثواب اینجا بود. بنابراین همین رشوه حرام است دادر عزیز. وقتی که سفر حج آلوده با لعنت خدا، با حرام میشه، او سفر عبادت نیست. او حج ثواب ندارد. آره فرض از گردن ساقط میشه، اما ثواب ندارد. او حجی که مقبول است و پاداشش بهشت است، او حج کسانی که به پاره میروند نیست. این فراموش نکنید دادر عزیز. بنابراین شما یک تن شوید، یک جایی شوید، رشوه خوارا را به دست افکنده تید حکومت ده ثواب میگیرید.